فردوسی عزیز، قلم تو از شمشیر منم برنده تر بود. درود بر تو ای جانشین رستم و نریمان. شنیدم جایی گفتی به زبانی که من نمیفهمم با من سخن مگویید. این جملت برای من از صدها حماسه الهام بخشتر بود. من ایرانو از بیگانگان پس گرفتم و تو زبانش رو از زیر خروارها آوار بیرون کشیدی و زنده کردی. من و تو در یک جبهه جنگیدیم. ما به تنهایی موفق نمی شدیم. اما اینو بدون، دشمنان زیادی داریم، حتی از خودی ها. من از دشمن نمیترسم. میترسم فرزندان این سرزمین از گذشته و نیاکانشون آگاه نباشن و قدر زبان پارسی رو ندونن. هر ایرانی که نوشته های تو رو بخونه نه زبان مادری یادش میره و نه در برابر دشمنان این سرزمین سرخم